سلام عرض میکنم خدمت خانواده بزرگ ترون کینگ. من علی هستم و اینجا چنل خودتون ترون کینگه. بزن بریم به ترون. 767 man, this shit got double bedroom, man. I still got scores to settle, man. I cracked it down the block. سابسکرایب چنل. خب عزیزای دل، من اومدم این دفعه براتون یه دونه ماینر دوج کوین آوردم که فوق العاده است و اینکه یه سایت خفنه و جدیدم اومده دوستان. و اینکه بریم سریعتر برسیم به سایت و معرفیش کنم و بهتون بگم داستانش از چه قراره. اول از همون اونجوری که می‌بینید بچا پلن داره، میتونین پلن خریداری کنین که من اصلا بهتون پیشنهاد نمی‌کنم، ولی بچه‌ای که اهل ریسکن میتونن این کار کنن و اینکه سود خوبی هم داره. میتونن بعد حالا بهتون میگم چرا بهتون میگم مثلا بچه‌ای که اهل ریسکن این کارو بکنن و پلن خریداری کنن. بعد 3 لول هم که رفرال داره دوستان، از 5% تا 2% و دیگه همین پایین‌تر هم که بیاین همه چی براتون مشخص میشه و میتونین راحت کرومتون فارسی کنین بخونین که چی کار دارن میکنن و چه جوری بهمون میخوان سود بده. بریم سراغش داشته باشیم. واسه ریجیستر کردنش اصلا کار خاصی نداره، اصلا سخت نیست. روی ریجیستر کلیک میکنیم. ببخشید، روی ریجیستر کلیک میکنیم دوستان، این صفحه برامون باز میشه. یه دونه ایمیل بهش میدیم اینجا، یه دونه یوزر نیم، یه دونه پسورد، دوباره پسورد تایید میکنیم، روی ریجیستر کلیک میکنیم. هیچ کار سخت نداره، به سرعت هم وارد خود سایت میشه. بریم داشته باشیم و وارد اکانت خودم بشم. بله، همونجوری که می‌بینید دوستان این صفحه اول سایت وقتی واردش میشین یعنی با همچین صفحه مواجه میشین و اینکه ما چیزی خاصی نداره این سایت و برداشتش بچه‌ها برداشتش فوق العاده عالیه. ویدروش رو 2 تا دوج کوینه، یعنی مثلا بخواید شما برداشت کنین ازش رو 2 تا دوج کوینه، شما میان این قسمت روی ویدرو پایین میزنید وقتی به 2 تا رسیدین. بعد اینجا که همون قدری که داشته باشین بچه‌ها براتون میاره، اینجا هم آدرستون رو میدین والتتون رو و بعدش هم روی ویدرو کلیک میکنه و براتون برداشت میکنه و وارد میکنه به حسابتون. بچه‌ای که میخوان سرمایه‌گذاری هم کنن تو این سایت که من بهشون پیشنهاد نمیدم به شما، ولی خودم اومدم دیگه دو دونه دوج کوین ریختم توش ببینم احیانا جواب میده یا نه، یا مثلا اینکه میشینه به حساب یا نه. همونجوری که میبینید اینجا 50 بچا، اینجا بهتون 50 تا سرعت اولش میده. با اون دو تایی که من زدم شد 51 و 800 حرفا. بعد شما میتونید بچا این دوج کوینی که ماین میکنین، یعنی اگه به تعداد بالا دوج کوین شما چی کوین سرمایه گذاری کنی، بعد میتونید به دلار به یو اس دی و این پوینتش که هیچی به لایت کوین و بیت کوین و داش برداشتش کنید دوستان، تبدیلش کنید و بعد برداشتش کنید. اینم فوق العاده است، این کار خفنی. حالا هم که میدونید بیت کوین دیگه کجای کار دیگه پایین ترین قیمتاشو داره میبینه. و اینکه این از این واسه دپوزیت کردن بچا میان روی این دکمه دپوزیت میزنین، این کار خاصی نمیخواد. روی دکمه دپوزیت میزنی و از هر کدوم از این ارزا که داشته باشین میتونید شما دپوزیت کنید تو سایت. مثلا اگه دوج کوین مثلا داش لایت کوین یا بیت کوین داشته باشین میتونید رو هر کدوم از این چیزای کادر آبی بزنین، میتونید دپوزیت کنید. روی دوج کوین که بزنید بچا، حالا من اینجا یه دونه از این ساختم، از دوج کوین ساختم. بذار من برگردم یه دونه. ببخشید اشتباه شد. مثلا من میذارم روی داش. خب الان همونجوری که ببینین اینجا میگه که روی این دکمه سبز بزن تا من براتون کیف پول بسازم. خب من این کارو میکنم. حالا شما رو دوج کوین که بزنید براتون این همینجوری میاره اولش. من که زدم همونجوری که میبینید برای من ساخت کیف پول و من میام دستم روش نگه می‌دارم، چون این کپی پایینی که میزنی کپی نمیکنه فکر کنم. دستم روش نگه می‌دارم و روی کپی میزنم، کپی میشه و وارد ترسالت میشه و دیگه حالا بعدش خودتون بهتر میدونید. و این از این واسه اونایی هم که نمیخوان این کارو کنن و سرمایه گذاری کنن. ببخشید این چیز من فیلتر شکنم نابوده. بله، همونجوری که داشتم میگفتم اونا هم که نمیخوان این کار کنن میتونن از پلن فریش که خودش داره ماین میکنه استفاده کنن و به سرعت میرسه به 2 تا، چیز خاصی نداره بچه. و اینکه همین دیگه واسه برداشتش هم بهتون گفتم. و وقتی شما بخواید اگه سرعت هم بخواید بخرید بچه، روی این گزینه وسط اگه کلیک کنین میگه که ببینید الان به من میگه که شما باید مینیمم مثلا چیزی که دارین باید یه دونه دوج کوین باشه که بتونین برداشتش بتونین سرعت بخرین، یعنی با از یه دونه به بالا باشه تبدیل کنتش به سرعت. و اینکه حالا بهتون بگم دیگه چیکار میشه با این حرکت ها. این پایین اگه ببینید بچه، این پایین کادر پایین خب چند تا گزینه داره. بعد اگه روی آپشنش بزنید این صفحه براتون باز میشه بچه. روی اکسچنج که بزنید این قسمتش باز جالبه، میاد میگه که شما اینقدر دوج کوین تا الان ماین کردین، حالا هر چقدر اگه یعنی دپوزیت کنین که به سرعت میره بالا و میتونین تبدیلش کنین به چی. حالا ببینید اینجا میذارین دوج کوین همونقدر که ماین کردین، میان به هر کدوم از این ارزایی که بخواید میتونید تبدیلش کنین دوستان. که من نظرم اینه که به بیت کوین تبدیلش کنین و اینکه یه چیز خوبیه اگه به بیت کوین تبدیلش کنین، به صرف است به نفعمونه که بعد با بیت کوین برداشتش کنین. و اینجوری که هست بعد روی این دکمه اکسچنج که بزنید تبدیلش میکنه به بیت کوین و بعد براتون این پایین میاره که شما اینقدر داشتین تبدیل کردین به بیت کوین، اینقدر الان بیت کوین دارید و بعد میتونید از بیت کوین برداشتش کنید و دیگه چیز خاصی نداره فکر نمی‌کنم دیگه. خب بعد برمیگردیم این قسمت از شما میتونید حالا به هر ارز دیگه‌ای هم خاصی تبدیلش کنید. بعد خودتون بزنین روی این چرخ دنده پایین و اینکه بیاین کاملا اینا رو بخونین و ببینین چه جوری و بعد بخواید بچه‌ها لینک رفرالتون هم بگیرین روی همین صفحه اول میاین پایین این قسمت آخر این صفحه اولش ببینید این قسمت و بعد نوشته که شما 10% به دست میارین از هر واریز یا برداشت زیر مجموعات. این بود سایت بچه‌ها، سایت خفنی خوبی ازش استفاده کنید، از دستش ندین. منم چنل منو سابسکرایب کنید، چنل خودتون رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید. دمتون گرم با بچه‌ای که تا اینجا با من موندن. عشقین آقا عشقین، جیبتون پرپول، تنتون سالم. یا علی بدرود.